مرداد 1361 ژنرال گروموف فرمانده سپاه چهلم با گسیل کردن 200 فروند بالگرد و 60 فروند بمبافکن همه نقاط راهبردی پنجشیر را به زیر آتش برد. اما پیش از آن احمد شاه مسعود با آگاهی یافتن از نقشه گروموف توانسته بود بیشتر باشندگان پنجشیر را از کارزار برهاند. در این نبرد همه نیروهای شوروی با بالگرد ترابری شدند، اما همچون گذشته نتوانستند جایگاه خود را در منطقه تثبیت نمایند. تنها 7 روز پس از این ناکامی بزرگ، گروموف با سازماندهی یک اردوکشی همه جانبه پس از آتش سنگین توپخانه و بمباران هوایی یگانهای اسپیناژ را به همراه خودروهای سبک زرهی و پشتیبانی چتربازان در ارتفاعات وارد پنجشیر نمود. یگانهای اسپیناژ از ورزیده ترین نظامیان شوروی برگزیده می شدند. در این اردوکشی 9 ماهه ارتش سرخ بیش از 70% خانه‌های مسکونی ولایت پنجشیر را ویران نمود و کفدارانی که خود را سرباز می‌خواندند از هیچ جنایتی در این جنگ سرباز نزدند. کشتار گروهی مردم غیر نظامی در روستاها آنچنان گسترده بود که سبب شد تا بسیارانی به کوه‌ها پناه برند. گروموف برای نخستین بار در واپسین روزهای زمستان سال 61 خواهان آتش‌بس و خروج نیروهایش از منطقه شد. راهبرد عامر صاحب از پذیرش این آتش‌بس این بود که بتواند همرزمان خود را تیمار سازد تا بخشی از آنان را راهی دیگر جبهه‌های افغانستان نماید.